اگه فکر میکنی زشتی، اگه هر سری که میری جلوی آینه خودتو میبینی اینطوری که این ویدیو واسه توه. سلام علیکم، چطورید بچه‌ها؟ اسم من کیمیاست. خیلی خوش اومدین به چنل دوم خودتون. ویدیوهای یه سری جدی‌تر، آموزشی‌تر رو اینجا میذاریم. چنل اول ویدیوهای فان و قرتی بازی و جینگل مگولی میذاریم. یه قسمتی از احساس زیبایی کردن و کلا خوشگل، احساس خوشگلی کردن یا احساس زشتی کردن به درون آدم برمیگرده که قرار شد راجبش جدی بیایم اینجا باتون صحبت کنیم. امروز میخوام 5 تا راه حل بگم که چطوری اون احساس زشتی که نسبت به خودت داری رو از بین ببری. واسه خودم مثل معجزه جواب داد. مشکلی نیست که بگی من بلد نیستم حس خوب بدم، من بلد نیستم خوبی‌ها رو ببینم، تعریف کنم. اتفاقا خیلی خوب بلدی، چون بلدی به دوستات، بلدی به رفقات بگی وای چقدر سکسی شدی، وای چقدر هات شدی، ولی به خودت که میرسه همچین کاری رو انجام نمیدی. حتی یه بارم نمیتونی بری جلو آینه بگی اوف چه جیگری شدی. ببین واقعا خیلی کم پیش میاد من ببینم کسی همچین کاری رو با خودش انجام بده. اصلا تا حالا شده من به کسی گفتم برو این حرکت رو انجام بده، اینطوری بوده که دیوونه شدی؟ مثلا منم همچین کاری رو انجام نمیدم، این چه حرکتیه؟ مثلا مگه دیوونه شدم؟ یعنی انقدر این مسئله جا افتاده که مثلا تو نباید به خودت حس خوب بدی که مثلا به یکی میگی برو قربون صدقه خودت برو، مثلا اینطوری که مگه دیوونه ام من؟ تو الان داری این ویدیو رو تو پلتفرم یوتیوب یا مثلا حالا اینستاگرام یا یه جای شبیه این میبینی، درسته؟ پس یعنی که تو آدمی هستی که توی فضای مجازی زیاد میچرخی. نسبتا بچه‌ها فضای مجازی روی ناخودآگاهتون تاثیر به شدت زیادی میذاره. من خودم دارم تولید محتوا میکنم، دارم اینو بهتون میگم تو رو خدا از فضای مجازی زیاد استفاده نکنی. فضای مجازی فضایی که آدما بهترین حالت خودشون، تو بهترین نور، با بهترین آرایش، با بهترین لباس کمدشون، تو بهترین زاویه صورتشون وای میستن عکس میگیرن و برای شما پست میکنن و بعدش مثلا با قیافه خوابالود و پفی و شب قبلش تا ساعت 4 صبح بیدار بودین و 3 ساعت کلا خوابیدین، میری جلو آینه خودتو نگاه میکنی اینطوری که چقدر تو زشتی. فضای مجازی رو استفادهش رو محدود بکنین و واقعا عاقلانه ازش استفاده بکنین. خودتون رو نندازین توی این لوپ که بهترین ورژن آدمای مختلفی که دارن تو فضای مجازی خودشون رو نشون میدن و با خوابالودترین حالت خودتون، با بی آرایش‌ترین حالت خودتون جلو آینه برین اینطوری مقایسه بکنین. اعتماد به نفس شما رو داغون میکنه. یه جایی توی قسمتی از کتابی که داشتم میخوندم خیلی حرف قشنگی زد. نوشته بود که شما تا حالا شده برین به گل رز بگین که تو چرا شبیه گل یاس نیستی؟ اصلا همچین حرفی زده نمیشه هیچ وقت، چون همه قبول کردن که هر گلی قشنگی خودشو داره، هر گلی همون طوری که هست، همون رنگی که هست خوشگله. دقیقاً واسه آدما هم همینه. ما با همین بدن، با همین ظاهر که به شدت خاصه، به شدت مخصوص خودته، هیچ کس دیگه ای مثل تو نیست به دنیا اومدی. هیچ کسی قرار نیست شبیه من کیمیا باشه، هیچ کسی قرار نیست شبیه تو باشه. بذار بهت بگم احساس زشتی دقیقاً از اون لحظه شروع میشه که ما از خودمون توقع داریم که لبمون بزرگتر باشه، توقع داریم که پوستمون صافتر باشه، توقع داریم که موهامون پرپشت‌تر باشه، نمیدونم چشمامون روشن‌تر باشه. هر چیزی که این صنعت‌های زیبایی داره میندازه توی سر هممون که این معیارا، این استانداردها خوشگله. من یه تایمی کلی استوری گذاشتم توی اینستاگرامم و فکر می‌کنم هایلایتش هم کردم. اسم هایلایتش هم اتفاقاً زشتیه و ازتون پرسیدم چه چیزایی احساس ناامنی میده بهتون، باعث میشه که فکر کنید زشتین. یکی گفتش که من دندونام نامرتب، اینو دوست ندارم، دندونای همه الان کامپوزیت، دندونای همه الان لامینته، همه خیلی دندوناشون سفیده. و گفتم که دندون نامرتب توی ژاپن از مقدس‌ترین و زیباترین استانداردهای زیبایی. یکی گفت من بدنم توپر، اندام توپرمو دوست ندارم، در صورتی که کشورهای لاتین و اسپانیایی عاشق اندامای توپرن. تو اندام توپر باشه اینطوریه که اولالا تو خیلی هاتی. خیلی‌ها گفتن که مثلا دماغمون قوز داره، یه قسمتش مثلا صاف نیست و من اینطوری بودم که توی یونان دماغ‌های اصطلاحاً یونانی که صاف نیستن کلاً جزو خوشگل‌ترین استانداردهای زیباییه. من توی ویدیو آخرم تو چنل اول گفتم فیلر چونه زدم. به نظرتون اگه فیلر چونه نمی‌زدم مشکلی داشتم؟ اصلاً. من قبل از اینم میرفتم جلو آینه قربون صدقه خودم میرفتم، از این به بعدم میرم. دکتر به من گفته که یک سری از قسمت‌های چربی صورتت به خاطر یه دفعه لاغر شدن از بین رفته، باید اونا رو مثلا اگه دوست داشتی میتونی بیای و اونا رو هم درست بکنی. به نظرتون اگه نرم اونا رو درست بکنم اتفاقی میفته؟ نه، من همچنان عاشق این صورتی هم که دارم. من چه تغییر بکنم چه تغییر نکنم این صورتمو دوست دارم. اگه بری جراحی پلاستیک کنی، 0 تا 100 تو بسازی، خودتو شبیه باربی بکنی، تا وقتی اینجا درست نشه همچنان احساس زشتی میکنی هر سری که بری جلو آینه. پس اول از همه اینجا تو درست کن که من اینم، من همینی که هستم دوست دارم، قبول دارم. بعد اگه میخوای هر حرکتی بزنی، هر چند خیابان تغییری انجام بدی، خوددانی. معجزه شماره 2: از هر زوجی که سالهای سال دارن کنار هم دیگه زندگی میکنن برین سوالو بپرسین چرا
با هم دیگه ازدواج کردین؟ چرا این همه سال دارین کنار هم دیگه زندگی میکنین؟ مطمئن باش جوابشون این که دماغ خانومم خیلی قلمیه، یا قد آقام خیلی بلنده، یا لبای خانومم خیلی قلوه‌ای نیست. ببین ظاهر زیبایی ظاهری چیزی نیست که بمونه، خیلی همش در حال تغییره. شما 30 سال دیگه قطعا قرار رو صورتتون چروک داشته باشید، موهاتون قرار سفید بشه. تو موهای من که از 18 سالگی سفید شده. تو بدنت یه چیز مادی ظاهری، تو روز به روز داری مثلا تغییر میکنه، بدنت در حال تغییره. چیزی که میمونه درونته. زوجایی که سالهای سال دارن با هم دیگه زندگی میکنن به خاطر ظاهرشون نیست که پیش هم دیگه موندن، به خاطر اخلاقشونه، به خاطر اینجاشونه، به خاطر عشقی که بینشون رد و بدل میشه. بچه‌ها خیلی موقع‌ها ما انقدر غرق ناامنی و زشتی صورتمون میشیم که من برم به تو بگم برو جلوی آینه ببین چه چیزای خوشگلی داری، میری جلوی آینه نمیتونی ببینی چیز خوشگل. اصلا انقدر زومی روی قسمتایی که مثلا به نظرت زشتن، اصلا زشت کلمه سنگینیه، انقدر زومی و قسمتایی که دوستشون نداری که نمیتونی قسمتایی که دوستشون داری و خوبن رو ببینی. ولی باید مایندستو عوض بکنی. به دید یه آدم غریبه به خودت نگاه کن. فکر کن که یه رهگذری داری میبینی، چی به نظر تو جذابه. اگه نمیتونی از زیبایی ظاهری شروع بکنی، از زیبایی درونت شروع بکنی. یه کاغذ قلم برمی‌داری، یه لیست می‌نویسی از تمام چیزایی که به نظر تو زیباست، چه درونی چه بیرونی. میگم اگه ظاهری براتون سخت شروع بکنید، از درونی شروع بکنید، به ظاهری هم میرسه، کم کم راه میافتید. من آدم خیلی مهربونی ام، من آدم به شدت بخشنده ام. من دستم به دهنم برسه همیشه قسمتی از درآمدم و مثلا به کسایی که نیاز دارن کمک میکنم. من آدم خیلی با معرفتی ام، دوستام هر موقع به من احتیاج داشتن بودم پیششون و خیلی چیزای دیگه. شما هم برای خودتون اینا رو بنویسید. کم کم واقعا باعث میشه که یه ذره ذهنتون بچرخه، یه ذره اون سیمکشی مغزتون عوض بشه که ببینید نه من واقعا آدم خوشگلی ام، من اخلاقی خیلی خوبی دارم. مطمئنم شما مثلا من این تجربه رو داشتین که یه نفر دیدین که اینطوری بودین که وای شبیه عروسک اینقدر خوشگله، و وقتی که اخلاق و رفتارش رو دیدین اینطوری بودین که ایو brother what's that. و بعد دیگه شما اون آدمو به چشم یه آدم خوشگل نمیبینین. چرا؟ به خاطر اینکه اینجاشو دیدین. چه بسا یه آدمایی رو دیدین که خیلی از نظر ظاهری کاریزماتیک یا خوشگل نبودن، مثلا یه ویژگی خیلی خاص تو چهرهشون نداشتن، ولی با کلاس بودنشون رو دیدین، با شخصیت بودن و با شور بودنشون رو دیدین، تو بودین که وای چقدر تو خوشگلی، چقدر تو جذابی. برای من واقعا پیش اومده هر دو موردش تعداد زیاد. معجزه شماره 3. یه سوال دارم ازتون. به نظرتون من پول اینو ندارم که برام موهای سفیدم رو رنگ کنم، یا مثلا اجازهشو ندارم برام موهای سفیدم رو رنگ کنم؟ هیچ کدوم از اینا نیست. هم پولشو دارم، هم اجازهشو دارم، هر لحظه که اراده بکنم میتونم برام موهامو رنگ بکنم. اصلا میتونستم از اول یه جوری موهامو نشون بدم که شما اصلا فکر نکنید که من موهای سفید دارم، و من رفتم جلوی موهامو کوتاه کردم به خاطر اینکه دوست دارم موهای سفیدم بیشتر بریزه تو صورتم و دیده بشه. من اگه بابت موهای سفیدم این همه مسخره نمیشدم و بعدش باش کنار نمیومدم و بعدش تبدیل نمیکردمش به دوست داشتنش، الان نمیتونستم باعث بشم که هزاران نفر دیگه عاشق موهای سفیدشون بشن و بیان به من پیام بدن که کیمیا دمت گرم، انقدر اعتماد به نفس داری، انقدر موهای سفیدتو دوست داری و داری مسئله رو جا میندازی که ما دیگه اون حس بد و نسبت به موهای سفیدمون نداریم و ما هم دیگه نمیخوایم رنگش بکنیم و خیلی حس خوبی داریم، چه بسا که باعث شده بقیه هم ازمون تعریف بکنن. از نظر تو خوشگل نیست، تو میخوای ترحم کنی به من به خاطر اینکه موهام سفیده؟ not a good idea. وقتی شما ناامیتون رو میچرخونین، تبدیل میکنین به چیزی که دوستتون دارین، مردم هم همونو میگیرن ازتون، همون انرژی ازتون میگیرن. اگه ظاهرتون، اگه این بدنتون نبود، خیلی از جاها نمیتونستین برین. شما با همین پاهایی که دارین که میگین وای پاهام چاق توپلی، خیلی جاها رفتی، خیلی جای خوشگل رفتی. با همین لب و دهنی که خوشت نمیاد ازش میگی وای فلانه، وای کجه، وای صافه، وای کوچیکه، وای بزرگه، خوشمزه ترین غذاها رو خوردی. معجزه شماره 4. یه شرایطی رو براتون میگم، تصورش بکنین و بهم بگین که ریاکشنتون چیه. یه بچه کوچولو رو دارین میبینین که داره تمام تلاشش رو میکنه، فردا مثلا امتحان املا داره، خب داره تمام تلاشش رو میکنه، کلی درس میخونه، کلی تمرین میکنه، دیکته شبش رو مینویسه، فردا میره امتحانش رو میده و مثلا 18 میشه. چه ریاکشنی بهش نشون میدی؟ میزنی تو سرش، سرزنشش میکنی، میگی خاک تو سرت که 18 شدی، خاک تو سرت که هیچ وقت نمیتونی همیشه 20 بمونی. واقعا به نظر شما این ریاکشن سالمیه که بخوای به بچه نشون بدی؟ دقیقاً بدن شما مثل همین بچه است. ببین عضو به عضو این بدن تو داره تمام فاکینگ تلاشش رو میکنه که
تو رو زنده نگه داره، که تو رو سالم نگه داره. این پوستی که داری انقدر بهش هیت میدی که وای تیره است، وای روشنه، وای لکه داره، وای جوش داره 110 خودش رو میذاره که تو رو سالم نگه داره. که هر باکتری که تو هوا هست، اگه همین پوستت نبود، هر باکتری که تو هوا هست میشست رود و یک روزه تو زنده نمیموندی. و این واسه تمام اعضای بدن تو صدق میکنه. چیزی که داری بهش گیر میدی چیزی که اگه نباشه نمیتونی زنده بمونی. و دقیقاً مثل رفتارت، این سرزنش کردنت مثل رفتارت با این بچه است. این بدن داره تمام تلاششو میکنه که تو رو زنده نگه داره و تو تمام ریاکشن داری که خاک تو سرت. میتونستی صافتر باشی، میتونستی سفیدتر باشی، میتونستی بابا بس کن دیگه. نکته شماره 5 رو همون اول گفتم، از فضای مجازی استفاده نکنید. خیلی جدی خواهش میکنم ازتون. آقا من دارم تولید محتوا میکنم، من خودم هر چند وقت یه بار اگه روزه فضای مجازی نگیرم، دور نشم از فضای مجازی، دیوونه میشم. میام ویدیوشو میگیرم که روزه فضای مجازی چجوری بگیریم و چی کارا باید انجام بدیم، چون یه چیزی که واقعا باید جا بیفته. مغز آدم توانایی هضم این حجم از اطلاعات یه دفعه رو نداره. یه ویدیو داره نگاه میکنی شاده، یه ویدیو داره نگاه میکنی دنس، یه ویدیو داره نگاه میکنی غمگین، یه ویدیو داره نگاه میکنی شکست عشقی. بعد همه این مودای مختلف و تو تعداد زمانای کم تو تون داری مغز دریافت می‌کنه. بنده خدا هنگ میکنه، بنده خدا حق داره اعصابش خورد بشه واقعا. ببین من خودم دیدم طرف میاد به دوستاش میگه پاشو بیا بریم کافی شاپ با هم استوری بگیریم بذاریم. یعنی از هدفشون از همدیگه رو دیدن اینه که استوری بذارن که مثلا یکی مثل تو ببینه، یکی مثل من ببینه. و من اینطوریم که what the fuck. و بعد یه جوری نشون میده که انگار دوستای خیلی رفیق صمیمی و فا به هم دیگه 24 ساعت پیش هم دیگه. و یکی مثل شما که ممکنه مثلا ندونین چه خبر اون تو، متوجه نشه و فکر کنه که وای مثلا چقدر دوست صمیمی دارن، چقدر رابطهشون خوبه، خوش به حالشون، من دوست ندارم. اصلا واقعا قسمت زیاد از فضای مجازی فیکه، باور نکنید. ماچ بهتون. شما همتون گلدونای منین، همتون خیلی خوشگلین، خیلی خاصین، قلبای خیلی مهربونی داریم. واقعا من به شخص قلبم گرم میشه از دیدنتون، از شنیدن حرفاتون. خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. کیمکست بعدی، ویدیو بعدی میبینمتون.